ایونتیوم رو میبینید. پردیس سینمای کوروش هستیم در اکران مردمی فیلم کلوپ همسرانه. خیلی ممنونم ازتون. اگر که از فیلم خوشتون اومد لطفاً به خانواده و فامیل بفرمایید که بتونن بیان و فیلم رو ببینن. امیدوارم که از این فیلم خوشتون بیاد. این فیلم مفرح و شاد برای خانواده ها. من چون خودم دوست دارم فیلم رو ببینم، یه خوب بود تبلیغ کنید برامون دیگه. خیلی ممنون. یک حوزه هنری ما رو تحریم کرده، یه سینمای اجازه نمیده ما فیلم رو نمایش بدیم. از طرف تلویزیون متاسفانه ما رو تحریم کرده، به هیچ گونه آگهی رو اجازه نمیده پخش کنیم و توقعی که داریم از خود شماست. وقتی آقای صباغزاده شرایط جامعه رو با این تحریم ها و این مشکلات به هر حال فشارهایی که روی مردم هست، چه از جنبه اقتصادی چه از جنبه روانی، فکر کردن که فیلم کمدی بسازن. از ما غیر از این توقع نداشته باشیم که بخوایم حالا پشتش یک فلسفه عجیبی خوابیده باشه. کمدی اسمش همراشه، یعنی که میخواد که شما رو بخندونه. خیلی به من خوش گذشت، چه سر فیلم برداری، چه الان که دیدم مردم داشتن میدیدن و میخندیدن تو این. حالا این شعار میشه، همش هم داریم میگیم تو این شرایط متاسفانه اقتصادی که داریم و شرایط سیاسی که مملکتمون داره. من فکر کنم یه 2 ساعت حداقل این که یه خنده‌ای داره برای آدمایی که دارن میبینن. این از همه چی مهمتر. برای خودم میگم خیلی برای خودم جالب بود که خودم خیلی میخندیدم تو فیلم. برام خیلی خوش گذشت. فیلم خوبیه به نظر میرسه، فیلم سرگرم کننده و جذاب خانوادگی مردم منم ببینن. به نظرتون دلیل به قول خودتون تحریم فیلم چی بوده؟ من نمیدونم، مملکت حساب کتاب نداره که بالاخره هر کسی وارد جریانات این مملکت بشه اظهار نظر میکنه دیگه. برای 2 تا دولت دیگه، یه دولت اون بعد یه دولت داخل کشور. امریکا از بر ما رو تحریم میکنه، اینجا خودمون رو تحریم میکنیم. اگه برای شاد بودن مردم فیلم ساختن گناهه بگه کسی نسازه، همش بریم غم و غصه بسازیم دیگه. من فکر می‌کنم انقدر سیاهی تو مملکتمون هست، حداقل یه سفیدی بذاریم که تو این شادی‌ها داشته باشن همه ان شاءالله. من نمیدونم، میگم دیگه اظهار نظرهای مختلف، حالا ارشاد اظهار نظر کرده که این سن نبینه، ولی به نظر من چیزی نداره که این سن نبینه. ولی بعد از این اونا مسئله ترک کردن و ما باید احترام بذاریم به وزارت ارشاد. خب آقایون مثل تلویزیون و حوزه باید مثل ما احترام بذارن دیگه. خب الان بچه‌ها شاید در 12 ساله از خیلی از ما بیشتر بلدن. این که ما همش می‌خوایم خیلی چیزا رو قایم کنیم از بچه‌ها، از نظر من جواب خوبی نمیده. شما حتی یاد دادن این که دست زدن به بچه، لمس کردن بچه باید بهش کمک کنه. ما انقدر حجب و حیات خانواده‌ها داریم نمیگیم که بعدها متاسفانه دردسرساز میشه برامون. یه توضیح کوتاه راجع فیلم نمیدید؟ یه توضیح کوتاه. از تماشای فیلم لذت بردم، بازیاشون خوب بود، طنزشون خوب بود، کارگردانی، فیلم تکمیلی بود، از تماشاش لذت بردم. ممنون که ایونتیوم رو دیدید. ما رو در اینستاگرام و آپارات دنبال کنید.